سلام دوستا، یکی از مهارت‌های فوق‌العاده مهم دیگه که در بازار کار مدرن به شما کمک میکنه که تا مسیر شغلی مناسب داشته باشیم، موفقیت شغلی لازم را داشته باشیم و در نهایت بازده مالی شغل و کار ما به مراتب بیشتر از سایر افراد باشد، او مهارت ثبات عاطفی یا ثبات روانی است. شاید شما بگویید که ثبات عاطفی بیشتر شاید یک ویژگی باشد یا یک خصوصیت باشد، اما این ثبات عاطفی یا ثبات روانی در حال حاضر بیشتر به عنوان یک مهارت در نظر گرفته میشه. چرا؟ به خاطر که ما و شما میتونیم از طریق آموزش و شیوه های دیگه و از طریق تمرین ثبات عاطفی را در وجود خود بیشتر بسازیم. و اما سوال مهمی است که چرا ثبات عاطفی یک از مهارت‌های مدرن مورد نیاز در بازار کار جدید است؟ به دلیلی که امروزه در بازار کار هر نوع کاری که ما و شما انجام میدیم در استرس کامل به سر میبریم، یا هر نوع شغلی که ما انجام میدیم توأم با استرس است، توأم با دپرشن است و توأم با هیجانات روانی و عاطفی است. هر نوع شغل را که انجام میدیم پسته ها و بلنده های خاص خود را دارد. حالا کسی در این بازار عدم اطمینان کاری بیشتر میتونه موفق شود که مشکلات روانی خود را، مشکلات عاطفی خود را بتونه بهتر از دیگران کنترل کنه. خصوصا وقتی شما مسئول یک تیم قرار میگیرین یا مدیریت یک تیم به عهده شما است، به هر اندازه ثبات عاطفی بیشتر داشته باشین، به ما اندازه تیم را راحت‌تر، تیم را سهل‌تر و تیم را با سهولت تمام شما میتونین مدیریت کنین، بدون اینکه برای تیم استرس ایجاد کنین، مشکلات روانی را ایجاد کنین. و بهترین شکل ممکن شما تیم را مدیریت میکنه. به هر اندازه که توانمندی شما در مدیریت تیم شما بهتر باشد، شما یک نوع احساس آرامش را برای تیمتون خلق کنین، به ما اندازه شما میتونین نه تنها خودتون موفق شوین بلکه زمینه موفقیت کاری تیمتون را فراهم بسازید. این نه تنها برای کسایی که کار میکنن بر دیگران به عنوان یک کارمند یا در حقیقت معاش بگیر هستن، بر اونها خیلی مهم است، بلکه برای کسایی که کارآفرینی میکنن، تجارت و کسب و کار شخصی خود را داره، به مراتب و بیشتر از بیشتر مهمتر است. امیدوار هستم که بحث‌های ما رو دنبال کنین، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و صفحه فیسبوک ما را فالو کنین تا ویدیوهای بهتر، مناسبتر و کاربردی‌تر را برای شما بسازیم و